چه چیزی باعث میشه که بنده نوعی چشم بخورن؟ یا شما چشم بخوری؟ اگه کسی اینها رو مراعات کنه کمتر چشم میخوره و چشم شور به اونها آسیبی نمیرسونه. اولین چیزی که چشم روش اثر داره ذهن و هوش انسانه. یه ذهن خلاق یا حافظه قوی. همه میگن خوش به حالش، عجب حافظه‌ای داره. نتیجه چی میشه؟ طرفی که درساش خیلی خوب بوده از فردا دیگه نمیتونه درس بخونه و هر بار یه مشکلی براش پیش میاد. این همون اثر چشم زخمه. دومی، رزق و روزی و کسب و کار آدمه. یه روز که کسب و کارت عالیه خودت هم میگی امروز خیلی روز خوبی بود. همین که یکی یه آهی بکشه از فرداش روزنهای روزی بسته میشه. از فردا باید بدوی دنبال ذکر و دعا که چیکار کنم که روزیم زیاد بشه. در حالی که همون چشم شور کار خودشو کرده. سومین مورد زیبایی ظاهریه. پوست، مو یا حتی خوشتیپی. آدم خوشگل یا خوشتیپی هستی زودتر چشم میخوری. دوست من از خونه که میخوای بزنی بیرون حداقل یه صدقه کنار بذار برای خودت. چهارمین مورد دین و ایمان آدمه. میگن عجب پسرای مؤمنی داری، خوش به حاله. همین جمله میتونه توفیق زیارت یا عبادت رو از اون آدم بگیره. یعنی حتی دین و ایمان هم از چشم شور در امان نیستن. پنجمی عبادت و قرائت قرآنه. طرف صوت خوشی داره. قرآن میخونه همه میگن وای چه صدایی. ولی همین باعث میشه گرفتار بشه. بعضی وقتا عبادتات رو هم بهتره که مخفیانه انجام بدی تا کمتر در معرض چشم قرار بگیری. مورد بعدی اخلاق و رفتار آدمه. میگن چه خوش اخلاقه، چه مهربونه. خوش به حالت، عجب شوهر مهربونی داری. تمومه دیگه. همین آدم خوش اخلاق برمیگرده خونه با زنش یه دعوای اساسی راه میندازه که بیا و ببین. زندگی مشترکم خیلی وقتا قربانی چشم شور میشه. یه زن و شوهری که همه میگفتن چه زندگی خوبی دارن و توی فامیل زبون زد بودن، یه دفعه میبینی به خاطر یه بهونه الکی یا زندگیشون از هم میپاشه یا مشکلات پشت مشکلات براشون پیش میاد. مورد هفتم موفقیت خانوادگیه. خانواده‌های خوشبخت بیشتر تو چشم همه هستن و همین تعریف‌ها میتونه اون خانواده رو درگیر مشکلاتی بکنه. هشتمی طول عمره. هر کی که توی اینستا و تلگرام گذاشتن که 110 سالشه، 100 و چند سالشه، میبینی بنده خدا فردا خبر مرگش اومد. خیلی هم هستن که 50 سالشونه ولی مثل 20 ساله ها دیده میشن. یه چشم بد کافیه تا سلامتیشون رو از بین ببره. مورد بعدی جسم و توانایی انسانه. یکی هست به اصطلاح بهش میگن طرف آچار فرانسه‌ایه. همه کار ازش برمیاد. میگن خوش به حالش، همه کار بلده. ولی همین میشه بلای جونش. اینها چیزایی بود که بیشتر در معرض چشم زخم قرار میگیرن. اما بدونین چشم شور فقط مخصوص آدم‌ها نیست. حیوانایی که چشمشون اثر میذاره روی انسان، سگ، گربه یا حتی مار. اگه شما یه جایی نشسته بودی، مشغول غذا خوردن بودی، سگی، گربه‌ای شما رو در حال غذا خوردن دید، یک مقداری از غذاتون رو براش بدین و الا با اون چشاش شما رو از پا در میاره. دوستای خوبم، حسادت یه ریشه بزرگ چشم زخمه. من نسبت به شما حسودی دارم و شما هم ماشین خوبی داری. میگم خوش به حالش، عجب ماشینی داره. همینو میگم و تموم. اما اثری که برای شما داره خیلی بیشتر از این حرفاست. محبت بیش از حد نسبت به چیزی یا کسی. بعضی وقتا مادر پدرها هم بچه‌هاشون رو چشم میزنن چون محبتشون نسبت به بچه‌شون زیاد هست. بچه مورد چشم زخم قرار میگیره. اگه همچین موردی براتون پیش اومد بلافاصله سوره همزه رو به یک استکان آبی بخونید، بدین بچه بخوره، یا اگه نوزاد هست یک آیت الکرسی به سمتش بخونید، یا سوره حمد، فلق، ناس و توحید رو به آب بخونین، بدین که یک مقداری بچه بخوره تا اثرات چشم زخم از بدنش خارج بشه. حیرت و تعجب انسان تنگ نظر سومین چیزی هست که باعث چشم زخم میشه. وضع مالیش از من و شما خیلی بهتره ها، ولی تنگ نظره. نمیتونه ببینه که وضع مالی من و شما هم خوب بشه. یکی نیست بگه بابا تو 100 برابر ما وضع مالیت خوبه، ولی 100 حیف که نمیتونه ببینه. ما امروز درباره مراقبت‌هایی حرف زدیم که باید انجام بدیم تا چشم زخم اثری نداشته باشه برامون. اما اگه حس میکنید اثر چشم زخم سراغتون اومده و توی زندگیتون اثر گذاشته، قبلا یک ویدیو گذاشتم توی کانال تا اثر چشم زخم رو از بین ببریم.
دوست داشتی اونو بگو.